سلام. در پاسخ به صحبت‌های آقای پزشکیان رئیس جمهور محترم که دیروز فرمودن هر کسی که میتونه بحران آب رو حل بکنه بیاد و من اختیار کامل رو بهش میدم در این شرایط بحرانی، خواستم بگم که من شبنم دلفان، رئیس اندیشکده یا تینک تانک کنسول سیاستگذاری‌های اوراسیا در لندن، عضو مشاور ارشد سازمان ملل متحد در کمیته بحران زیست محیطی و پدافند غیرعامل نیمکره جنوبی و سفیر افتخاری سبز سازمان ملل متحد در اینجا در محضر مردم محترم و شرافت خودم و به نام خداوند قسم میخورم که حاضرم تیم تخصصی بین المللی وارد ایران بکنم به دو شرط: یک، اختیار تام در مدیریت و بحران آب و پسماندهای استانهای شمالی برای حل بحرانها از 0 تا 100. 2، اختیار تام چیدمان تیم تخصصی در خارج و در داخل کشور. من این قول رو میتونم بدم در محضر همه که میتونم این بحران رو حلش بکنم. بارها هم اینو گفتن، مشکل پسماندهای شمالی و مشکل آب در ایران بیشتر مدیریتی هستش. تغییرات اقلیم این پدیده را اکسلریت کرده، فرایندش رو برده بالا، ولی بخش اعظم مشکل به خاطر مدیریت بحران و مدیریت بخش آب و پسماند در کشور هست. بنابراین من خواستم به عنوان فرزند کوچک آن سرزمین اعلام آمادگی بکنم برای کمک به کشور و برای حل این بحران. مانا باشید.